سلام بچه، چطورین؟ اولا اینو بگم که ببخشید این ویدیویی رو ساختم، لطفا ناراحت نشین بچه، ازتون خواهش میکنم ناراحت نشین. داداشه حالا هر کسی هست، حالا بچه بعد از شانس ندارن تو زندگیشون مثل من که اینجور بیماریایی میگیرن. خواست اومدم بچه بهتون بگم مریضی من چیه و چه جور شد، اصلا اینجور شده و چه بلایی دارن سر من میارن. یه سری از همکارای من بدیایی داره بهم میشه که هیچ وقت بچه خبر ندارین ازشون، و اومدم امروز دیگه تمام هر چیزی هست رو بگم دیگه، که این بیماری که من گرفتم داره چه بلایی سر من میاره. و ببخشید بچه صدام گرفته است، تازه مریض شدم. اینی که بچه بیماری من جوریه که به راحتی، یعنی سیستم ایمنی ندارم بچه، من راحت میتونم مریض بشم و مریضی من الان یه جوری برگاتون میریزه. بیماری من جوریه الان که الان نمیدونم سرما خوردم خدایا چی شده که فقط سرفه میکنم، هیچ بویی هیچ چیزو نمیتونم، مثلا هیچ چی واسم بو نداره، نمیدونم چرا چی